سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. امروز براتون یک ضرب المثل دارم. اونم ضرب المثلی هستش که به فارسی میگیم که از دل برود هر آن که از دیده برفت. به آلمانی میتونیم اینو جایگزین کنیم با aus den Augen, aus dem Sinn. Aus den Augen, aus dem Sinn. یعنی خارج از چشم ها، خارج از ذهن. هر چیزی که از جلوی چشممون دوره از ذهنمون هم خارج میشه، دیگه بهش فکر نمی کنیم. این ولی حتما برای افراد، برای آدم ها استفاده نمیشه تو آلمانی. مثلا شما یه کاری هم باید حتما انجام بدین، یه چیزی سر میزتون رو باید انجامش بدین حتما، و تو اون لحظه حوصله ندارین، میذارینش زیر بقیه وسایل ها، در واقع قایمش میکنید و بعد میگین که aus den Augen, aus dem Sinn، دیگه نمیبینمش، بنابراین اصلا یادم رفته که باید انجامش بدم. یعنی برای اینجور مواقع هم میشه استفاده کرد، برای افراد هم میشه استفاده کرد.